پس همچون برگزیدگان مقدس و محبوب خدا مرحمت، مهربانی، خاکساری، فروتنی و پرصبری را در بر کنید و به هم دیگر التفات نموده یک دیگر را عفو کنید اگر کسی از دیگری رنجیده باشد. چی طوری که مسیح شما را آمرزیده است شما نیز همین طور کنید. به ضمن همه این شما محبت را در بر کنید که آن مجموعه کمالات است. بگذار در دلهای شما آسایشتگی خدا حکم فرما باشد که شما به آن در یک بدن دعوت شده اید و شکرگزار باشید. بگذار کلام مسیح اندرون شما به فراوانی ساکن شود و یکدیگر را با ترانه‌های زبور، مدحیه ها و سرودهای روحانی تعلیم دهید و نصیحت کنید و با فیض در دلهای خود برای خداوند بسرایید و هر آنچه با سخن یا عمل میکنید همش را به اسم عیسی مسیح خداوند به جا آورده به وسیله او خدای پدر را شکر گویید.